سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. علی محمدیان هستم. برای شما هم اتفاق افتاده یه سایتی رو میبینید که سایت رقیب شما هست و میخواین ببینید که اون سایت چه مقاله هایی رو منتشر کرده، چه تایتل و چه دیسکریپشنی رو استفاده کرده. یه راهش اینه که برین دونه دونه بگردین مقاله هاش رو، یه راهش هم اینه که بیاین از ابزارها استفاده کنید. چند وقت پیش میخواستم یه ابزار رو با پایتون بنویسم و به این ابزار برخوردم. خیلی کار جالبی انجام شده. من این رو از این ویدیو پیدا کردم. لینک ویدیو رو براتون قرار میدم. توی لینک ویدیو آدرس سایتشون هست، آدرس گوگل داک که من اون رو هم باهاتون به اشتراک میذارم، یعنی توی دیسکریپشن خودم هم مینویسم. و خب بریم ببینیم چه خبره. وقتی شما این گوگل داک رو باز کنید یه دونه تصویر براتون میاد مثل این قسمت، اگر اشتباه نکنم میک کاپی. شما این رو که بزنید، این اپس اسکریپتی که ایشون نوشتن، این آقا نوشتن، میاد و توی گوگل داک، گوگل شیت شما اعمال میشه. یعنی شما یه گوگل شیت دارین با فرمولی که این آقا نوشتن. فقط کافیه اینجا بیاین و سایت مپتون رو قرار بدین. سایت مپ کیو؟ سایت مپ سایتی که میخواین کرالش کنید. خب من میام اینجا این سایت مپ رو پیدا کردم. برای سایت کوکا.ir هستش. تعداد پست زیادی داره. من سایت مپ اولش رو برمیدارم. دوستان دقت کنید، قبلا توضیح دادم که سایت مپ چیه، چی کار میکنه، چرا مهمه و آدرس سایت مپ رو هم اینجوری پیدا میکنید. نگاه کنید، اسم سایت /sitemap.xml. خب حالا ما اینتر رو که بزنیم اینجا این سایت مپ ها رو برام میاره. برای وردپرس عمدتاً دنبال سایت مپ پست بگردین. سایت مپ کاتگوری و دسته‌بندی رو نشون میده. سایت مپ پست تگ هم الان اینجا تگ ها رو نشون میده. خب ما سایت مپ پست اول رو کپی میکنیم، میایم اینجا. تنها کاری که باید انجام بدیم نگاه کنید، میایم اینجا، این رو پیست میکنیم و باید منتظر بمونیم. پیست کردین یک بار باید اینتر رو بزنید. حالا اینجا به ما یک خروجی میده، یعنی میاد میگه آقا این URL ها داخل این سایت وجود داره، داخل این سایت مپ. بعدش که ببینید اینا رو به ما خروجی داد. تعداد سایت مپش هم یه مقدار تعداد بالاییه، فکر میکنم 1000 تا باید باشه. آره 1000 و چند تاست؟ 1000 تاست، چون از این یک دیگه. خب 1000 تا به ما URL داد. ما باید بیایم چیکار کنیم؟ این URL هامون رو کپی کنیم و بیایم توی این سایت باز استریم. من آدرس این سایت رو هم براتون توی کجا قرار میدم؟ دیسکریپشن. میایم اینجا کپی، اینم پیست. ببینیم پیست کرد همه رو، احتمالاً باید پیست کرده باشه. خب اینم از این. من خط اول رو دیلیت میکنم. چرا دیلیت کردم؟ به خاطر اینکه این ردیف URL این سایت مپ اینجا افتاده بود. و گو ببینیم، فکر میکنم یه چند لحظه طول بکشه. خب خروجی رو به ما داد. خروجی در قالب چی هستش؟ خروجی در قالب یک فایل CSV هست. این خروجی یک فایل CSV که به ما داده شده. ما این فایل رو فقط کافیه دانلود کنیم و بازش کنیم. کلی کار میتونید با این ابزار انجام بدید. یه سری از کارهایی که میشه انجام داد اینه که ببینید که روی اون کلمه کلیدی که شما مد نظرتونه رقیبتون چند تا مقاله داره، دیسکریپشنش چیه، چقدر، تایتلاش چه چیزایی هستن و تقریبا میتونید کلی فرمول بزنید و روی اکسل یا گوگل شیت اینها رو اعمالشون کنید. خب حالا من اینو دانلودش میکنم ببینم که تا همین جایی که به همون خروجی داده چقدر طول میکشه. خب فایل دانلود شد. من فایل رو فقط کافیه که با نرم افزار اکسل یا گوگل شیت، گوگل شیت این رو بازش کنم. میاد میگه آقا GPS پیام این URL با این تایتل هستش
اینم دیسکریپشنشه. بعد مثلا میخوایم ببینید که شما در مورد داستان میخواید بنویسید، میخواید ببینید که آقا داستان رقیب سایت شما چند تا URL داره. میاد میگه آقا 44 تاش فانت شده که احتمالاً 22 تا URL داره اینجا. یه دونه مثلا داستان و عکس بازیگران سریال، داستان‌های کوتاه انگلیسی، داستان‌های عاشقانه. میبینید که مثلا برای داستان باید اینا رو پوشش بدین احتمالاً. خب خیلی کار میشه انجام داد و همین کار گنده ایه تا اینجا. واقعا دمتون گرم که تا اینجا با من همراه بودین.